با من هم یک چیپته ده. این حال اینجا خزینه فرودگاه هست. من توسط این چیپته به ترکیه سفر دارم. اینجا صحنه مؤسسه تعلیمی میانه خصوصی به نام کمال خوجندی است. در اینجا فرودگاه بین المللی شهر خوجند را انعکاس کردند. این عمل را خوانندگان اجرا نمودند تا اندازه عجایب می نمود، زیرا خوانندگان مؤسسه فرودگاه بین المللی خوجند را در مکتب انعکاس کردند. آنها نقش کارمندان فرودگاه را نیز توانستند اجرا نمایند، زیرا پیش از سفر به کشورهای خارجی و نشستن به طیاره یک چند قاعده و قانونها را باید اجرا کرد. اینجا تالار انتظاری است. ما منتظر هستیم که کی ما را به طیاره دعوت میکنند. چاره‌بینی مذکور را برای بلند برداشتن مدنیت خوانندگان تشکیل کردند، زیرا آنها از این پیش به فرودگاه بین المللی خوجند رفته درسی به قول اکسکورسیا را گذاشتند. پس از آن تصمیم گرفتند که درس را در عمل تطبیق نمایند. هر یک سینفخانه های این مؤسسه طیاره شده، خوانندگان از رفت پرواز آن شناس شدند. تجهیزاتی که در فرودگاه موجود است در تالار این مؤسسه و سینفخانه ها نیز مشاهده گردید. هنگام پیش از به پرواز آماده شدن طیاره، راهبلدان خوانندگان را با قاعده های آن شناس نمودند. با مقصد بهتری پرواز خواهشمندیم بارهای دستی خود را در نزد درهای احتیاطی و گذرگاه نگذارید. مسافران محترم، از شما خواهش می‌نماییم که جایهای خود را طبق ورق‌های نشست اشغال نمایید. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه خصوصی به نام کمال خوجندی ذکر نمودند که در آینده برای سفر کردن به دولت‌های خارجه آنها الکی از رفت گذشتن فرودگاه و پرواز طیاره‌ها آگاه هستند و قاعده‌های بخطری را رعایت می‌نمایند. در آینده اگر فرودگاه به میرفتگی شوی مثل همین چاره‌بینی که ما حاضر کرده شدیم در همونجا هم همینطور خواهد شد. В этом мероприятии мы узнаем, как надо правильно лететь на самолете. Это поможет нам в будущем. Ну, они учатся, как правильно зарегистрироваться на самолет, покупать билеты, правильное поведение в самолете и так далее. درس فن‌های دقیق در مؤسسه تحصیلات میانه خصوصی به نام کمال خوجندی با زبان انگلیسی می‌گذرد. از این رو نشانه‌ها و علامت‌هایی که در فرودگاه اصلی است در این مؤسسه نیز به چشم رسید. طالب علمان از خریداری نمودن چیپته از قید گذشتند و از قاعده‌های به پرواز آماده شدن آگاهی پیدا نمودند. دیرکتور مؤسسه میگوید که 15 سینفخانه به طور علاهیدگی طیاره شده به کشورهای ترکیه، توکیو، ایتالیا، مسکو، مادرید و دیگر دولت‌ها سفر کردند. حرکت کردیم تا مایل‌ترین دیتیل‌ها به نظر گرفته شود. از همین چیپت فروشی به چیپت چاپ امضا مهر گذاشتن، دیوتی فری، استیوارد ها، پیلوت ها به نظر گرفته شدند. خب در اینجا اساساً صنف‌های بالا که در سیر فرودگاه کرده بودند فعالانه اشتراک هم کردند. در آینده ما نقشه داریم چنین برنامه‌ها رو بهره زیاد نمودن مهر خوانندگان نسبت مکتب، مسئولیت شناسی و انتخاب کسب زیاد کرده باشیم و البته با دیگر ساختارها هم همکاری میکنیم. هدف چاره‌بینی مذکور آگاه نمودن خوانندگان از رفت پرواز و انتخاب نمودن کسب، اینچنین بلند برداشتن مهر خوانندگان نسبت به مکتب می باشد. با این وسیله تربیت درست نسل نورز نه تنها در جایهای جمعیتی بلکه در تالارهای بزرگ انتظاری فرودگاه و کشورهای بیگانه را ترغیب نمودن می باشد. گزارش منصور بختیارزاده و نسیم رحیمو برای برنامه اطلاعاتی خبر.